لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. هرگز مؤمنانی که بدون بیماری و آسیب از جهاد باز نشستند با مجاهدینی که در راه الله با مال و جان خود جهاد میکنند یکسان نیستند. الله کسانی را که با مال و جانشان جهاد کردند بر بازنشستگان یعنی ترک کنندگان جهاد با عذر مرتبه برتری بخشیده است. الله به هر یکی از آنها وعده نیکو یعنی بهشت داده است. الله مجاهدان را بر قائدان یعنی بازنشستگان با پاداش بزرگ برتری بخشیده است. اون با من بگویید که بعد از شنیدن این آیه باز هم خانه نشینی را بر رفتن به جهاد ترجیح می دهید یا نمی بینید که الله متعال برای مجاهدین چه پاداش آماده کرده است؟ آیا تو نمی خواهی که یکی از آنان باشی که رضایت الله را به دست آورده ای؟ امروز برای نیامدن به جهاد پشت کدام دلایل می گردی؟ از پشت کدام ملا می روی که فتوای نرفتن به جهاد را دهد؟ ما نمی خواهید که از این گونه مردانی باشید برای رضایت الله به هر کار آمادن. آیا به جای گرفتن بر دست سلاح جارب را اختیار کرده اید؟ آیا به جای نشستن به ماشین های جنگی خانه نشینی را اختیار کرده اید؟ اگر از این جمله باشید لباس زنانه خوب می‌زیبد. مژده باد به تو ای شخصیتی که به جای صندوق های ریدهی قوطی های مرمی را انتخاب کرده ای. خوش به حالت ای مجاهد. سلاح بر دست دارم نمی نازم به حال خویش. اگر پای به راه بد مانم می ترسم ز معبود خویش. ز هر سو می زند هر نوکر شیطان به من سنگ. نمی ترسم ز تیر دشمن چو در بر دارم الله خویش. اگر دورم ز شهر بازی و خنده ریشخندم می کنی. لباس کهنه بر تن به کوه و سنگ آواره گفته دشنامم می کنی. چی سازم لباس نو و شهر زیبا را که قانون الله نیست در آنجا. ز بحر دین رب گشتم به این حال اکنون چی صدایم میکنی؟ مجاهد گفته می ترسی ز باطینم نداری خبر. به جان و ریش مویم نه عملهای مرا تو بنگر. ز قرآن میگیرم درس و به سنت و حدیث دارم عمل. ز هر خر مگیر فتوا کتاب الله را بار تو بنگر.